سلام دوستای عزیز و نازنین، امیدوارم که صحتمند و سلامت باشی. امروز با تعداد از دوستان آمدیم در سایه کوههای بیسو داره. تقریبا از کوتل آجیگک پایین شدیم در نیم کره از خاک بامیان. در واقع اینجا آمدیم، فضایی که شما مشاهده میکنید فضای کاملا دلنشین، فضای پاک آرام، بسیار بسیار انرژی مثبت برای کسانی که در اینجا میاید خلق میکنند برایشان و وجودشان را از این فضا، از این هوا، از این طبیعت بکر و از این طبیعت دره‌های بیسود یک حس خوشایندی، یک حس نرمال بر انسان دست میده. بنابراین دوستای عزیز، ما فعلا در واقع در یک تپه قرار داریم که در پایین تپه درختان بسیار خوب سایه‌دار و کابل نشینا در اینجا میاین تفریح میکنن، خیمه میزنن و اون جایی که ما رفته بودیم یک چشمه های بسیار پاک و چشمه آب شیرین و دلنشین.